سلام، نمایشگاه کنتون فر سال 1405 فاز 1 با من همراه باشید تا داخل نمایشگاه رو با هم ببینیم. سالن لوازم خانگی کوچک و بزرگ، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، پنکه هایی که برای فضای باز تعبیه شدن و یه مخزنی دارن که داخلش آب قرار میگیره و توی فضای باز توی فصل تابستون هوای مطبوعی رو براتون تعبیه میکنه. ¿Por acá no? انواع تصفیه هوا و لوازم خانگی کوچک، لوازم آشپزخانه توی این نمایشگاه پیدا میشه. این فاز اول نمایشگاهه که مدت 5 روز ادامه داره و من سعی میکنم هر روز قسمت‌هایی از اون رو براتون ویدیو بگیرم و توی همین کانال منتشر کنم و بعد از 3 روز استراحت فاز دوم و همینطور فاز سوم بعد از اون انجام میشه که اون فازها رو هم سعی میکنم براتون ویدیو تهیه کنم. کانال من رو سابسکرایب کنید، با من همراه باشید برای ویدیوهای بیشتر و محصولات بیشتر. اگر اطلاعات کارخونه مد نظرتونه میتونید برای من کامنت کنید و من اون اطلاعات رو براتون بفرستم.